درود به همه شما دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون. ویدیو امروزمون درست کردن خورشت مرغ. احتیاج داریم به یه مرغ کامل. میشوریم، به چند قسمت تقسیم میکنیم، ران و سینه و بال و پشتینا. بعد تقسیم کردن مجدد میشوریم. احتیاج داریم به رون و سینه‌اش. میتونید همش رو با هم بپزین، ولی بقیه تیکه ها رو من برای سوپ آش نگهداری میکنم. خب داخل قابلمه رون و سینه رو که ریختیم، یه دونه پیاز متوسط رو از وسط قاچش میکنیم به حالت به علاوه یک قاشق غذاخوری نمک، مقداری آب خنک تا نیمه قابلمه آب باید باشه. میزنیم رو حرارت 10 دقیقه کامل بجوشه، کف و خونابه مرغ خارج بشه، بوی ذوب مرغ خیلی کمتر میشه. به این روش خورش در نهایت شفافتر و خوش رنگتر میشه. 10 دقیقه بعدی مرغ از آب خارج میکنیم. به این مرحله میگم بلانش کردن مرغ که ایشالله به زودی ویدیوی کاملش رو براتون میذارم، یا جوشوندن فوری. داخل یه تابه مقداری روغن میریزیم، یه دونه کره 50 گرمی برای عطر بهتر خورشتمون. آب بشه با حرارت بسیار ملایم. مرغ‌های نیم پز شده رو کاملا خشکش میکنیم. مرغ‌ها رو روی حرارت ملایم سرخش میکنیم تا اطرافش طلایی و خوش رنگ بشه. این کار باعث میشه مرغ توی خورش له نشه و شکل زیبایی داشته باشه. تیکه های مرغ رو که سرخ شد از داخل روغن خارجش میکنیم. احتیاج داریم به 2 تا پیاز متوسط نگینی درشت خوردش میکنیم و داخل همون روغن پیاز رو تفتش میدیم یه چند ثانیه که یکم نرم بشه. بعد به فلفل دلمه یه دونه درشت، هویج 3 تا متوسط احتیاج داریم. هویج رو حلقه خوردش میکنیم، فلفل دلمه یا نگینی درشت، هویجا رو بهش اضافه میکنیم، یه تفته ریز میدیم یک کم نرم بشه. حدود 1 دقیقه هم هویجا رو با پیاز تفتش میدیم. بعد فلفل دلمه رو اضافه میکنیم. کل سبزیجاتی که من تفتش دادم توی این روغن 3 دقیقه بود، نه بیشتر نه کمتر، با حرارت بسیار ملایم. 1 قاشق مرباخوری زردچوبه، اندازه ها فراموش نشه، نیان 1 قاشق چایخوری یا غذاخوری یا مقدار رو من زیرنویس میکنم و دقت کنید. 1 قاشق مرباخوری پودر سیب، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه. فلفل سیاه اگه زیاد باشه بد مزهش میکنه، حتما کمتر، همون نصفی که گفتم. فلفل قرمز تند نصف قاشق چایخوری، رنب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری. یکم تفتش میدیم تا رنگ رنب باز بشه. دو لیوان آب گرم. آب سرد اضافه نکنید، باعث کدر شدن خورشتتون میشه، بد مزهش میکنه. فقط آب گرم. یه همه ریز میزنیم تا مواد همه چی آبش یه دست بشه. 1 قاشق غذاخوری گلاب،
1 قاشق غذاخوری آب لیمو، یه همه ریز میزنیم. بعد مرغای سرخ شدهمون رو میچینیم روی سسمون. بازم بگم حرارت بسیار ملایم. اجازه میدیم با حرارت ملایم حدود 1 ساعت خورشت مرغمون پخته بشه. مرغا رو هر 20 دقیقه یه بارم پشت رو کنی که مزه ها به خوبی به خورد هم برن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که لایکش کنی، زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنی تا هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشی. از کانال های بافتنی و قلاب بافی منم دیدن کنید، لینکش زیر همین ویدیو هستش. در 20 دقیقه پایانی پختمون 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده اضافه میکنیم روی مرغامون. وقتی که خورشتتون جا افتاد مرغا رو توی ظرف سرو بچینید و با برنج زعفرانی یا حتی ته‌دیگ مجلسی سروش کنید. سپاسگزارم از همراهی ارزشمندتون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.